روی رفتارهای اینها و از روی نتیجه هایی که در تمام زندانهای این کشورهای پساشوروی می شود، هیچگاه چنین آشوبها با موفقیت نه انجامید است. مثلا در زندانهای تاجیکستان چند سال قبل یک گروه 25 نفره از زندان تاجیکستان بدون کدام آشوب فرار کردند و احتمال زیاد است که خود مقامات این کار را طراحی کردند، اونها را رها کردند تا اینکه وزیر امنیت اون وقت عبدالرحیموف رو از منصب بگیرند با یک عیب، با یک کمبودی و در جایش نفر دیگر رو که بعدا یتیموف آمد ایشان رو بگذارند و برای اونها یک دلیل قوی لازم بود که این دلیل تراشیده شد، ساخته شد. ولی حالا اگر بگذار اون یک عملی از طرف خود محبوسان طراح شدن باشد ولی آشوب نبود، اون یک عملی فرار بود. اما وقتی که گویا با روایت حکومتداران یک گروه دست با سلاحی سرد میزنند، برای مثال اونها کارد و اسباب یا اشیاء دیگری تیز را استفاده میبرند در مقابل سلاحی که اون محافظان دارن، کارمندان مقامات دارن، زندانبان ها دارن، چیکار کرده میشود با چند چاقو و کارد و آهنی تیز؟ و سوال بعدی این است که چگونه اینها این کارد اینها را به دست آوردن و از همه عجیبش این که اونها این کلاهای مخصوص دوخته شده رنگ و بار کرده با رمزهای داعش را در کدام цех یا فابریکه دوزندگی داخل زندان آماده کردند که با آنها این شرایط، این امکانیت را داد. تا جایی که ما خبر داریم یعنی تمام رفتار و کردار زندانبان ها در داخل زندان تحت نظارت است و عملا این کار کرده نمیشه. و چی نیاز داشتن؟ مثلا یک محبوس اگر دست با آشوب زدنی است و میخواهد چند نفر رو بکشد، همون یک رمز داعش در پیشانه‌اش و اون هم از قبل دوخته شده یا پرچمی تیار، با او چی کمک میکند که به اون هدفش برسد؟ برعکس اونا تلاش میکنند در چنین حالتها اگر کسی هم اعضای داعش یا هر گروهی هم باشد در داخل زندان بخواهد که به یک هدف برسد، برای مثال فرار کند، تلاش میکند که کمترین نشانه یا کمترین کاری را انجام ندهد که باعث شک و گمان شود و سیر آنها را آشکار کند. یک نفر کارد و چاقو و سلاح را میگرفته است، بازم پرچم داعش در دستش و با اون رمزها در پیشانش بستگی یا در قفس سینه‌اش، بعد میخواسته است که فرار کند. با این رمز و با این پرچم و با این کلاه تا کجا فرار میکند؟ کجا میرود؟ اون از در زندان برآمد میگیرندش. یعنی اولین میلیسیونر یا اولین کس او را حبس خواهد کرد.